های گایز، خوش اومدین به یه ویدیو خیلی عجیب غریب. دیزنیلند شادترین جای دنیاست مگه نه؟ هممون آرزو داریم یه روز بریم با میکی ماوس عکس بندازیم، ولی بعد بهتون بگم پشت این قلعه های شاد یه سری رازای خیلی ترسناک و جنایی خوابیده، از مرگ و میرای عجیب غریب گرفته تا قوانینی که آدمو دیوونه میکنه. پس بیاین با هم دیگه پرده از رازای دیزنی برداریم. بزن بریم. داستان اول راجع به لوئن داستانه. لوئن با خانواده از سال 1998 میرن دیزنیلند کالیفرنیا. همه چیز خیلی خوب بوده، کلی هم بهشون خوش میگذره تا اینکه میرن قایق سواری کنه. مسئول قایق سواری یادش میره که طنابی که قایق بهش وصل بوده رو از میخ جدا کنه. میخ کنده میشه و میخوره توی سر لوئن. لوئن خیلی خونریزی شدیدی داشته، جوری که تا وقتی که برسوننش به بیمارستان خونریزیش انقدر زیاد بوده که فوت میکنه. خانواده لوئن تصمیم میگیرن که از دیزنیلند شکایت کنن، ولی شایعه‌ها میگن برای اینکه دیزنی بتونه این خانواده رو ساکت نگه داره بهشون 20 میلیون دلار میده. ولی این فقط یه دونه داستان بود. داستان بعدی راجع به دالی یانگه. توی سال 2000 دالی همراه خانواده‌اش میرن سوار یه دونه ترن هوایی توی دیزنیلند شن. وقتی ترن روشن میشه و اونا میرن بالا همه چیز خوبه، تا اینکه یهو کمربند خانم یانگ باز میشه. اون پرت میشه پایین و ترن از روش رد میشه. ولی این تنها داستان غم انگیز سال 2000 نبوده. برندن زاکر 4 ساله وقتی با پدرش تصمیم میگیرن سوار یه دونه ماشین ریلی بشن، یهو از ماشین میفته و ماشین جلویی از روش رد میشه. پدرش داد میزنه که باید آمبولانس رو خبر کنیم، ولی کارمندای دیزنی میگن نه، باید نگهبانا بیان. چرا؟ توی قانونهای دیزنیلند نوشته شده که نباید هیچ وقت آمبولانس وارد محوطه پارک بشه. جلوی مهمونا خیلی زشته. برندن چون که دیر میرسه به بیمارستان خیلی آسیب میبینه و نمیتونه راه بره یا حتی حرف بزنه و بعد از اون توی 12 سالگی فوت میکنه. البته باید بگم این قانون بعد از شکایت خانواده‌اش عوض شد، ولی دیگه خیلی دیر شده بود. آخرین داستان این بخش برمیگرده به شرل هافمن توی سال 1979. شرل تصمیم میگیره سوار یه دونه ترن فضایی بشه و وقتی سوار میشه حالش بد میشه و به نگهبانا اطلاع میده. نگهبانا بهش میگن باشه الان اینجا رو عوض میکنیم و یه واگن دیگه بهت یادشون میره و شرل انقدر حالش بد بوده که بیهوش میشه و توی ترن میمیره. واقعا دیزنیلند انقدر بیخیاله؟ شما چی فکر میکنین؟ همین الان برام تو کامنت ها بنویسین. حالا که از مرگ و میرای دیزنیلند گفتیم، بیاین با هم دیگه بریم سراغ قوانین عجیب غریب دیزنیلند. قوانینی که یه سریا میگن این یه بردهداری مدرنه. قانون اول، اشاره کردن. باورتون میشه که توی دیزنیلند یه قانون هست که تو نباید با یه انگشت به یه نفر اشاره کنی، حتما باید با 2 تا انگشت باشه، چون دیزنی میگه توی خیلی از فرهنگا اگه تو با یه انگشت اشاره کنی یه جور بی‌احترامیه. یا مثلا پرنسسای دیزنی، اونا حق نداشتن که وزنشون 1 کیلو زیادتر یا 1 کیلو کمتر بشه. هر روز باید میرفتن روی ترازو تا ببینن وزنشون تغییر کرده یا نکرده. اگه که وزنشون تغییر کرده بود مستقیم اخراج می‌شدن. یه سری قوانین خیلی عجیب غریب هم داشتن، مثلا لاک ممنوع بوده، نباید تتو داشتن و حتی ناخنای دستشون نباید بیشتر از 1 میلیمتر بلندتر باشه. عجیب‌تر از همه اینا، کارمندا حق ندارن نشون بدن که دیزنیلند واقعی نیست. اگه یه پسر بچه ازت بپرسه تو واقعا میکی، تو حق نداری بگی که نه بابا این فقط لباسه، من یه آدمم. تو باید بگی آره بابا معلومه که من میکی ماوسم. ولی جالبتر از همه اینا تونلای زیرزمینی دیزنیلنده. بکن زیر همه پارکای دیزنیلند یه سری تونلای خیلی کثیف و بدبوه برای کارمندا که بتونن اونجا استراحت کنن، شیفتشون رو عوض کنن، لباساشون رو عوض کنن یا جابجا بشن. به خاطر همین تونلا یه سری بیماری‌های پوستی خیلی عجیب غریب باعث شده این کارمندای بیچاره بگیرن و حتی بمیرن. لباسای شخصیت‌ها که توی دیزنیلند میگردن تا چندین روز شسته نمیشه. چرا؟ چون که ممکنه از شکل بیفته. به خاطر همین بیماری‌های پوستی میگیرن. تو میتونی همچین جایی زندگی کنی و کار کنی؟ اصلاً. اینا رو هم تو کامنت ها بنویسینا. خب تا اینجای کار دیدیم که دیزنیلند اینقدر شاد و جادویی نیست. از قوانین خیلی عجیب غریب کارمندا گرفته تا مرگای خیلی عجیب غریب سر آدمای بیچاره اومده. توی پارت بعدی قراره وارد یه دنیای دیگه از دیزنی بشیم. روح‌ها، شایعه‌ها و
خیلی چیزای ترسناک. مراقب خودتون باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون رو راجع به داستانا بگین و بگین کدومش براتون جذاب‌تر بود. خدافظ.